سلام و درود، خوش اومدید به این ویدیو. امروز پارت اول بازی ماینکرافت بدوارز رو داریم و بدون معطلی بریم سراغ ادامه بازی. همینطور اولین ویدیو کانال رو داریم. خب وارد 2 نفری میشیم. اینا خب وارد شدیم، بسیار عالیه. اگه یه ریسورس پک خوبی چیزی میشناسین حتما در جریان قرار بدین من درو، چون بعد هیچ اطلاعی ندارم. خب اسکرین شات ویدیو رو هم گرفتیم. شاید در طول ویدیو یه چیزای بهتر دیدیم، اونو اسکرین شات قرار دادیم. خب همونطور که می‌بینید ما شانس نداریم، تکی افتادیم و همه 2 نفرن و ما 1 نفر. بله خیلی هم عالی، چون من بازیگر پرویم گفتن که منو تنها قرار بدن که ببینن هنوزم قدرتمندم یا نه. ای بابا ما رو انداختم بیرون چون نتمون بسیار شخمی و ریدن هم گذاشته مال من. خب وارد یه مپ جدید شدیم، ببینیم دیگه چه خبره. خیلی زود دوستان وارد شدن، دمشون گرم برادرانو. GTA V، GTA سان آندریاس، ردد 2 همه رو واسه تو میذارم. هاردکور یا سروایول هم اگه خواستید بگید واسه تو میذارم. دیگه مثل دفعه قبل یه نفر نیستیم، الان 2 نفر. خیلی عالی. چیکار می‌کنیم؟ توجهی نکرد و رفت. اونجایی که من بسیار حرفه‌ایم، خیلی خفن، من دارم بلیچ می‌زنم و چشم زدن. این بزگر منو چش زد. چه صافته می‌فرم. آهن اولاد زایات برداریم ذخیره کنیم. واسه داداشمون چیزی نداشتیم. حمله کرد. بله من کیلش کردم. الان کلی فوش داره بهم میده. خب نکن، دردم اومد. حواستون باشه ویدیو رو با خانواده ببینین، صدا رو کم کنید چون یه دفعه‌ای ما فوشو میدیم. غیر منتظره است اصلا. و بله برادر رو انداختیم، ضایع شد. همونطور الان خودمونم ضایع میشیم. اوه 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 ضایع شد. جفتشون رو کشتیم. حالا هر چی هست. خب همه این چیزامون رو اینجا جمع کنیم، بریم دایموند رو برداریم. اینا چوب هم دارن، چوب هم داشتن که برداشتمشون. الان هم باید این چوبا رو ببرم بذارم بدمون رو باش بپوشونم تخت. الان میندازتمون. شمشیر رو اوکی کنیم. شمشیر ما رو یه وقت اوکی نکنه. الان که دارم ویدیو میگیرم مثلا کانالمو نساختم، نه لگویی دارم، نه میدونم اسمش رو چی بذارم. ولی خب باختن نباید تو کت ما برم. اگر هم میخواین مثل من خوب و شاد و خندان باشین، خود ارضایی رو بزنین کنار و انرژی جنسیتون رو ذخیره کنین. 6-7 روز که بگذره، 4-5-6 روزی بعد متوجه میشی چه قدرتی دارید. خیلی اصلا همه چیزتون تغییر میکنه. رفتار، حرفاتون، میخواین برینین به کسی در آرامش 4 تا جمله تکنیکی میگین و طرفو با خاک یکسان میکنید. توی رابطه هاتون با جنس مخالف همینطور به جای که به یه دختر پیام بدیم میگین سلام خوبی چطوری، همیشه
پیام میدین میگین که از این مدل حرفا، از اینم که پسرای لاشی حرکتایی که پسرای لاشی میزنن و شما میزنید، ولی خب در نوع خوبش. کسکش پدرم اینجا وایساده. کسکش پدر درد مرتگی شده. میدونی چی کار میکنیم؟ میایم اینجا خودش افتاد. زدم. چقدر آهن لامصب. نگاه کنید جاکشو. کسکش ما علکی اومدیم جلو، خودمون رو انداختیم، ریدم پس گلت. و یادم رفت اینو بهتون میگم، 4-5 روز اولی که خودارضایی و بعد از چندین ماه، اصلا چندین سال که هر روز و پشت سر هم خودارضایی میکردین ترک کردین، افسرده میشه، ناراحت میشه، ولی خب زیاد مهم نیست. سعی کن اصلا برید تو بازار، اصلا تو خونه نمونین، خر برید تو بازار، راه بریم، کاری هم نداشته باشین، کسی هم نداشته باشین، جایی برین که آدم زیاد باشه، نور زیاد باشه، توی خیابونا اینا بریم بگردیم، برین اصلا دعوا کنیم، ببینین چه حس خیلی خوبی داره اصلا. ازگل و دقیق روی صحنه گرفتم زدمش، دم محلکه زدمش، اصلا همه دارن به ما حمله میکنن. چرا؟ این از این آبیه، اون از اون آکواه، این بلوه، اون رده، همه دارن ما رو میزنن. اون سفیدم فکر کنم اومد منو زد. اصلا چه دمیج نمیخوره این؟ انداختمش. درد. پروتکشنمون یک همه طبیعی هم هست که زیادش نکردیم. اینه داداشمون. چی میگم داداشمون؟ به داداش واقعی هم خودم نمیگم داداش. بعد به یه غریبه‌ای که اصلا توی کره دیگه است میگم داداش. خیلی درد داشت. از ابهت من ترسید، از این شمشیری که در دستان من میباشد ترسید. ازش پیغام فرستادیم که بدتش به ما، خب متاسفانه ندادش به ما. دیگه کیا موندم؟ این گرینینا موندن دیگه، سبزینا. گی هم که همون اول رفتیم زدیم. خب بریم پروتکشنه رو بکنیمش 4 رو، بعد بریم همه رو بزنیم جلو. خب این آبیار هم زدن ترکوندن، داداشمون هم ترکوندن سبزا. خب اینم 2 شد و الان ما بسیار قدرتمند. زدن تختو زدن راجی زدن. گیر کار. مثلا از وسیله هم مثلا استفاده نکرد، کلی آهن اونجا جمع کردم استفاده نکرد. جینت هم خوبه ولی خب چرا اینجا دیده نمیشه؟ اوکی شد. از این بالا باید بریم. تختشون رو زدیم، خیلی عالی. همه چیزا بکشم بیرون الان، حرفه‌ایشم. اسپیدمو زیاد کردم، اسپیدمو بده یک دیگر هم زدم. سبزه بودن با آکوها، اصلا یادم رفت. شد بریم نگهداری کنیم اینجا، بزنیم یه دونه از اینا، به راهمون ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکشون هم زارت افتاد مرد. اینهاش
ریسکش یه دونه بیشتر نمونده بود ازش. زد منو. خب یکی دیگه هم اومد کامل. خب دوستارمون دارن پرقدرت میان. اوه زارد شد. تا اون بالا رفتم. خب بریم یه مچ دیگه. آخرین مچ می باشد. این مچ رو ما پیروز میشیم. خیلی عالی. دوباره مثل دفعه دوم ما پینک هستیم. پینک نرسیم بزنمش. خب داداشمون رو زدیم، انگشتش کردیم، اونم ما رو یه انگولک کرد و بلاک بذارم. پینگش فکر کنم بد بوده، فوشو کشیده. ما اینجا قایم شیم. کیل دوز احمق. کار کردین چه حرفه‌ای بریج زدم. چجوری این اچ پیش 24 احمق اوزگلو. بیا بابا. نه یا برو. ای بابا اوزگلم هیچی نداشته بسیم. تشکر کردیم ازش. دوره منو زد. ای بابا اینم گورشو گم نمیکنه نمیره. برو گم شو خونه باباتون. برو. تنها کسی که بد داره ما و زرده اوزگل اومده همونجوری کشیده بدون رفته. ای بابا بیا دیگه گمش کن. زد من. ناش بیا بابا. اینو من یه جوری بزنمش لامصب دل زارد و زورد منو زایی میکنه. زدم. خب یه که دیگه هم نمیریم و خیلی ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگه این ویدیو رو دوست داشتید میتونید کانال ما رو دنبال کنید و تا ویدیو بعدی هم خدا یار نگهدارتون.